درود به شما شنونده های عزیز. چون همیشه در این روز و در این ساعت در موج برنامه فرهنگی و فراغتی صدای تئاتر است و ما امروز با شما درباره تأثیر صنعت به انسان یا چرا گربه ها به تئاتر نمی روند صحبت میکنیم. دوستان عزیز، امروز میخواهم در رفت برنامه کمتر تغییرات به وجود بیارم. یعنی امروز ما اول کمتر فراغت میکنیم و بعداً در موضوع خیلی مهم تأثیر صنعت به انسان صحبت خواهیم کرد. بهتر از جانم تو را ای دلربا می پرورم، کرده ای عشقت را چو دل در سینه جا می پرورم، کرده ای عشقت را چو دل در سینه جا می پرورم. سرو قدت را به باغ دلکشا می پرورم. در دلم گنجینه مهر و وفا می پرورم، در وفای و شفقت و کار و سخن سنجیدم، در وفای و شفقت و کار و سخن سنجیدم. تر شود پیوست قلبی خرم. من به چشم چرخ امشب سرمه تر میکشم. من به چشم چرخ امشب سرمه تر میکشم، گر نشد بینا و روشن میل اختر میکشم. شهسواری رخش خورشیدم که از شرق سپید تا به غرب تیره و تاریک لشکر میکشم. مرغ ققنوسم که مرگم نیست پایان حیات، چون بسوزم باز از خاکسترم پر میکشم. مرده زیستن آسان نباشد در وطن، بار مرگ و زندگانی را برابر میکشم. میکنم پنهان درونی چشم اشک شور را، من همان ابرم که آب بحر را در میکشم. توتی سرسختم که بپرواستم از سرزنش، هر قدر سر میزنندم از دیگر سر میکشم. چشم برکندن نمیتونم زیرایت ای وطن،
چشم برکندن نمیتونم زیرایت ای وطن. در ترازوی نگاه حسنی تو را برمیکشم. کشوری چو گلشن بر جانی من تو جوشن ای کشوری چو گلشن بر جانی من تو جوشن از دوستی در روشن من از تویم تو از من دیده روشن من از تویم تو از من چو گلشن بر جانی من تو جوشن زیبند تاجیکستان میراثی عالی سامان هستیم همتن و جان من با توی تو با من من با توی تو با من ای کشوری چو گلشن بر جانی من تو جوشن ای کشوری چو گلشن بر جانی من تو جوشن وطن 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 در عصر 20 کشفیات‌های زیاد شد و با آنهایی که لازم بود درک کردند که بهترین واسطه اداره کردن مردم این تأثیر رسانیدن به ذهن و شعور آنهاست و بهترین واسطه تأثیر رسانی این صنعت است. پس از چند لحظه ما درباره تأثیر صنعت به انسان صحبت خواهیم کرد. با برنامه ما بمانید. سلام مشنا. سلام تنجیم کارو نازمه؟ ها رحمت. ها کارو ناز پیش میخوده درسته؟ میشد مایده مایده. ها امروز به نقشه ها چخل؟ امروز به یا کمی اپتیکه و رفته یکتا اچکی خرم. ها؟ سالی چون کنه؟ سالی میه بینم.
سلام علیکم. سلام. شما نازمه؟ شما همین اسپکتاکل بودید می؟ اسپکتاکل چقدر نازم جالب می اسپکتاکلی؟ من شما مصلحت میدادم که عدویون قسمش بروید. این خیلی یکم قسمش نازمه. نه یکم قسمش برفته نمیشد. همه کلیدار رو همه جو تقلیج میشد و دوم میبرد برونده نمیشد. هم با عدویون قسمش بروید. مایلک راه من فهمیدم شما من کارگردان شما حرمت کرده آمدید همین پیسه من گفته آمدید شما دراماتورگ من شما حرمت میکنم لیکن من همین پیسه تو صحنه مونده نمیتونم همین نمایشنامه‌تون رو باید نمیتونم چوا ما اینا مهنت کرده نیست که یک چیزی عجایبی نقش شده که همین یک تا خوشلو کرده مونید اکو شما هم رئیسر گنده نه همه میشناسد شما رحمه درست ناز گفتی درست 100% درست گفتم من ناز رئیسری و من گوید همین حقارت ناز نمیبینم اون یک تا کلمه حقارتش نیست کلمه گندش هم نیست که پیس مانده و اینا کلمه های زیبا سخن های زیبا کتی نیست که پیسه من نیست حقارت درست گفتید شما لیکن این دیدگی تماشابین هر یکتش حقارت نکره نیموند اینک نوبت به اعلان ها تئاتر دولتی اعلام میکند 2 هنرمند شایسته را به 1 هنرمند با استعداد عوض میکند خنی محترم عبدالنیازف جشنید لبای رفیق دیرکتر من مرحمت دادنید همین آخری ماندگی پیستان اینقدر خوب نه به مردم هم معقول نه گپوی اگه شده شما رفیق دیرکتر ما تئاتر دولتی مسکوی موسیقی ما باید یک اسپکتاکل های جالب مانیم من فهمیدم پیسه اولی جناب نقض نوشته شده که همه رکنای نوشتن همش اداره شده که نقض این پیسه خب ممکن از نگاه شما این نقض باشد لیکن به مردم این پیسه معقول نه این گپاتا همش سفسته من خودتا یه بار رفته برنده بینید کی شل بکراز یگان کی نیست که زالانده خب خوله من خودتا گوسته دیدیم گپاتونو میبخشید محترم تماشابین سپکتاکل ما حالی تمام نه این کمتر تنفس میشد همین کافی خورده باز در آمده دویم قسمش تماشا کردن در کار حالی با وقت برو افزدید شما به فکر من حاجت دویم قسمش تماشا کردن نه دویم قسمش هم همون دراماتورگ که یکم قسمش نیستگی همون آدم نیستگی هم تو می؟ آها نکی نبینم نه این خیلی دین بعد تماشای سپکتاکل شما شبش کتی خواه رفتگیم نه تا سهرت کشیم پوشته نتونستم اولی جناب کن نست که همین خیلی شما فرا گرفتگی که همین موضوع شما فکر کرده بفکرم خواب نرفتگی تا سهره این بهترینه اولی جنابه نه خیلی نه دوام نوک سپکتاکلتان 3 ساعت من 3 ساعت در تئاتر مزه خواه رفتم برای همین شب بخور رفتن نتونستم
چشمانی من کجایی کجایی آرزو و ارمانی من کجایی خوابم را بردی از چشمانی من چشمانت چرابی دو رخسارت گلابی آن نگاهی چشمانت آن بوسه لبانت بگو اصلی مکانت از کجا یابم کجایی 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 ای جانی من کجایی که تو را نجوید چشمانی من کجایی کجایی آرزو و ارمانی من کجایی خوابم را بردی از چشمانی من چشمانی من کجایی کجایی آرزو و ارمانی من کجایی خوابم را بردی از چشمانی من کجایی 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 ای جانی من کجایی که تو را نجوید چشمانی من کجایی کجایی آرزو و ارمانی من کجایی کجایی ای جانی من تأثیر صنعت به انسان یا چرا سگ‌ها به تئاتر نمی روند؟ صنعت زندگی را انعکاس نمی کند. صنعت زندگی را می سازد. زندگی را حیات می بخشد. می گوید برادسکی. سگ‌ها به تئاتر نمی روند زیرا به قول عالم روس تاتیانا چرنیگوفسکایا ما با چشم سر نگاه میکنیم اما با مغز سر میبینیم، با گوش ها گوش میکنیم، با مغز سر میشنویم. مغز سر همچون اساسی ترین عضو انسان سطح و صفت زندگی ما را معین می کند. یعنی سطح و صفت زندگی ما را اطلاعاتی که در ذهن ما جمع می شود معین می کند. پس ما را می باید مواد در ذهن جمع شده را خشابه کنیم و اطلاعات وارد شونده را اداره. هوشیار و آگاه بودن از هر دور و زمان دیده حالا خیلی مهم است. شاید ما داراترین و تواناترین نسل انسان هستیم. هیچگاه هیچ انسان مثل ما از کانیبادام تا مسکو در 5 ساعت نمی رسید. تمام سرودهای روی عالم را از سمارتفونش گوش کرده نمی توانست و یا همین حالا امکانیت مستقیما تماشا کردن واقعه های در نیویورک رخ داده ایستاده را تنها ما نسل های این زمان می توانیم. اما این معنای آن را ندارد که ما خوشبختترین نسل انسان هستیم
و از امنیت و بیخطری ذهن و سلامتی جسم و روان خود و نزدیکان خاطر جمع داریم. برعکس ما محض در همان زمان زندگی میکنیم که هر کس میتواند ما را اداره کند. از آن سوی دنیا ایستاده کدام آب را نوشیدن، از کدام پسته دندانشویی استفاده کردن، کی را دوست داشتن، بر ضد کی برآمدن، چی تماشا کردن، چی خوردن و چگونه زیستن ما را کنترل کرده میتوانند. ما باشیم بغیر از مثل لختک های گبدرا اجرا کردن فرمان ها هیچ کاری دیگر کرده نمیتوانیم. آره دهشتناک صدا میدهد، لیکن خوشخبر همین که هنوز هم امکان انتخاب در دست خود ماست. همان بودن یا نبودن که طول چند عصر آخر از زبان هملت شکسپیر صدا می دهد، به معنی موضوع امروزه همان استفاده کنیم، این گونه صدا می دهد. مثل برچه های گبدرا به سمت جریان آب شنا کردن یا مستقل بوده مسئولیت و اداره سطح و صفت زندگی خود را به دوش خود گرفتن. پیش از همه ما باید درک کنیم که همه چیز به ما تأثیر میرساند. هر چیزی که میبینیم، میشنویم، تأثیرش دیر یا زود در رفتار و گفتار و اندیشه های ما انعکاس می شود. مثال می آورم ثبت ویدیوی یک تجربه را که روانشناس کانادایی آلبرت باندور سالهای 1961-63 در زمان رفتار کودکان را آموختنش گذرانیده است. اگر خواستید می توانید در یوتیوب اکسپریمنت سکوکلی بابا جستجو کرده تماشا کنید. با یک کودک در تلویزیون نشان می‌دهند که یک مرد لختک کلان را آغوش می‌کند، می‌بوسد و نسبت لختک با محبت مناسبت می‌کند. بعداً رفتار کودک را که عیناً چنین لختک دارد نظاره می‌کنند که کودک با لختکش با محبت مناسبت می‌کند. در تجربه نوبتی به کودک ثبت را نشان می‌دهند که همان مرد همان لختک را با بالغه میکوبد، برداشته میزند و نسبت به لختک بیرحمانه مناسبت میکند. در نتیجه کودک لختکی را که دوست داشته بود و بازی میکرد میزند، میکوبد و مناسبت های بیرحمانه میکند. امروز از طریق رادیو و تلویزیون، دیویدی، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام و ادناکلاسنیکی و دیگر منبع‌ها محصول تخیلات و ایجاد تمام ایجادکاران جهان را در شکل‌های گوناگون، سرود و موسیقی، فیلم، انیماسیون، سریال، شو، نمایش‌های تئاتری و غیرها ناوابسته از سن و سال، از کودکی 2 ساله سر کرده تا موی سفیدان تماشا میکنیم، میشنویم. یعنی پیامی را که میخواهند به ما برسانند قبول میکنیم. یقین است که ما این کار را ناوابسته از شب و روز همیشه به انجام میرسانیم. در این میان آیا ما به خود سوال میدهیم که چرا محض همین فیلم را تماشا میکنیم؟ دیدن همین سریال به من چی فایده میرساند؟ این موسیقی برای رشد مغز سری من مساعدت میکند
یا برای کندتر شدن ذهنم؟ واقعا درباره آن که صنعت پاپ یعنی پاپولارنه اسکوستو چگونه انسان را ابله و کند می کند در یکی از برنامه‌های نوبتی صحبت خواهیم کرد. خب خلاصه جمله های بالا این است که هر چیزی که ما می شنویم یا می بینیم در ما بی تأثیر نمی ماند، یا ضرر می رساند یا فایده. یعنی آرت، اسکوستو، صنعت همیشه به ما منفعت نمی بخشد. این وابسته از آن است که این محصول صنعت را کی ساخته است، چه خیل و با کدام مقصد ساخته است. پیشتر صنعت همچون بهترین واسطه برداشتن غذای معنوی، فراغت ذهنی و اندیشه های عالی برای همه دسترس نبود و آدمان تلاش می‌کردند که امکان سرود شنیدن، نمایش تماشا کردن یا فیلم دیده توانستن را داشته باشند. آدمان نیاز به صنعت داشتند تا آن زمانی که علم قدرت تأثیررسانی صنعت را به آدمان اثبات کرد و عالم بیزنس عالم صنعت را صاحب شد. هیچگاه ما با این سرعت بلند تغییر نیافته بودیم، چنان که در 20-25 سال اخیر. آنهایی که از 30 سال بالا عمر دیدید به یاد دارید که از سالهای 2000 تا امروز رفتار و گفتار و اندیشه های ما چقدر تغییر یافتند. ما حالا برنامه را به انجام میرسانیم. شما باشد چند لحظه اندیشه کنید که در این 20 سال اخیر سینما و تلویزیون و اینترنت به واسطه سرود و موسیقی و فیلم و سریال و فیلم های تصویری به ما چی تأثیر رسانید و جمعیت ما را چی اندازه تغییر داد. اگر سطح و صفت زندگی خود و فرزندانتان برایتان مهم باشد، پس هوشیار و آگاه باشید و تمام اطلاعات را که قبول میکنید نظارت و اداره کنید و غلام و منقورت بیزنسمن خارجی نباشید. در آخر میخواهم یک تجربه را که خودم استفاده میکنم همچون توصیه پیشنهاد کنم. کی و کدام فیلم تصویری را تماشا کردن فرزندانم را سخت اداره میکنم. اول یا خودم لحظه لحظه تماشا میکنم یا درباره فیلم تصویری معلومات خوانده، شناس شده، انتخاب کرده، بعد به فرزندانم اجازه تماشا را میدهم. و در مورد استفاده شبکه‌های اجتماعی هم مغمبر نباشید. ببینید که در لنت اینستاگرام یا فیسبوک شما پستی کیها نشر می شود. آیا این همان اطلاعاتی است که به شما لازم؟ خلاصه لنت شبکه‌های اجتماعی خود را خشاوه کردن به منفعت شما خواهد بود. تاتیانا چرنیگوفسکای میگوید که صنعت اصیل برای مغز سر کار خیلی دشوار است. ما دوست نداریم که جمله های مرکب را خوانیم، موسیقی بی متن را یا شعرهای بلند را گوش کنیم، فیلم دشوار فهم را تماشا نماییم، به تصویرهای نافهمان نظر کرده از آن چیزی را فهمیم، نمایش های تئاتری را طاقت کنیم. ما دوست داریم که سرودها ساده باشند، فیلم و سریال ها فهما و نمایش های تئاتری فقط مسحکه و افسانه باشند. خب بگذار چنین باشد، اما آیا این خواسته هامان محض همان چیزی است که برای ساخته شدن شخصیت چون خودمان میخواهیم؟
اگر میخواهید بدانید که چرا فرهنگ پاپ، بعض سرود و موسیقی ها و نمایش های تئاتری ضررآور است، شنبه آینده در همین وقت صدای تئاتر را انتظار شوید. با شما بودم فرهاد غفارپور. صحتمند و هوشیار و آگاه بمانید. زندگی با همه وسعت خیش، محفلی ساکت غم خوردن نیست، حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست. زندگی خوردن و خوابیدن است، زندگی خوردن و خوابیدن است. زندگی جنبش و جاری شدن است، از تماشاگهی آغازی حیات تا به جایی که خدا میداند. زندگی جنبش و جاری شدن است، از تماشاگهی آغازی حیات تا به جایی که خدا میداند. زندگی چون گل سرخ است، زندگی چون گل سرخ است. یادمان باشد اگر گل چیده، عطر و برگ و گل و خار همه همسایه دیوار به دیواری همه. زندگی چون گل سرخه، زندگی جنبش و جاری شدن است، زندگی خوردن و خوابیدن است، زندگی خوردن و خوابیدن است.